چطورید بچه‌ها؟ من متین هستم و خوش اومدید به اولین ویدیوی آموزشی گیمینگ چنل گریفین استودیو. توی این سری آموزش قصد داریم بهتون آموزش بدیم چطوری میتونید یوتیلیتی های مختلف مپ های مختلف بازی کانتر استرایک رو بندازید و توی قسمت اول آموزشمون قصد داریم یکی از بهترین مپ های بازی که مپ قدیمی و دوست داشتنی مپ داستور رو یاد بگیریم. چرا یوتیلیتی ها مهمن؟ چون با یوتیلیتی یه تیم میتونه کل بازی رو جمع بکنه. وقتی که یه نفر میره از سیتی بی اسپان بازی میکنه، اگر یوتیلیتی های خوبی بتونه بندازه، اگر بتونه بجز از یوتیلیتی هاش استفاده کنه، همین یک نفری که اینجا رو نگه داشته میتونه جلوی 5 نفر از تروری که اینجا دارن راش میدن رو بگیره. اگر ترور خوب بلد باشه اسموک های قسمت بی رو استفاده بکنه، خیلی راحت میتونه بی رو خودش نگه داره. پس یوتیلیتی ها داخل بازی خیلی مهم هستن. خب دوستان، یکی از بهترین اسموکایی که شما از داخل تی اسپان واسه در مید میتونید داشته باشید اینه که بیاید این گوشه وایسید، بشینید، این گوشه رو دقیقاً پوینت بکنید، جامپ ترو بزنید و دقیقاً اسموکتون روی این باکس فرود میاد. کسی که اینجا وایساده باشه از مید خطتون رو گرفته باشه کاملا دیدش بسته میشه. اگر کسی شورت وایساده باشه خط یارتون که داره از التی میاد رو گرفته باشه بسته میشه و خودتون هم خیلی راحت میتونید اینجا رو رد بکنید و کسی نمیتونه خطتون رو داشته باشه. و حتی اگر از اینجا هم بخواید برید و التی انمی خط گرفته باشه، التی رو هم به طور کامل میبنده. به طور مثال اگر دوباره بخوام بهتون نشون بدم، میاد همینجا وای میسید، جامپ ترو میکنید و وقتی که اسموکتون لند میشه و میشینه خیلی راحت میتونید التی رو رد بکنید. خب دوستان، وقتی بخواید فلشای لانگ رو بدید، یکی از فلشایی که میتونید بدید اینه که کلن کراس هیرتون رو روی این لاین نگه دارید، بدوید و جامپ ترو کنید. یکی دیگه از بهترین فلشایی که میتونید بدید اینه که بیاید روی این لاین وایسید، این قسمت رو ایم کنید و جامپ ترو کنید. اینا دوتا از بهترین فلشایی هستن که از اوتساید لانگ میتونید بندازید. یکی دیگه از فلشایی که هست اینه که میتونید اینطوری بدید که فلشای خیلی خوبی نیستن ولی کاربردیه برای تایمایی که میخواید سری راش بدید. و دوتا از بهترین فلشایی هم که از داخل لانگ دور میتونید بدید همین دوتا فلشه. یکی دیگه از اسموکایی که از همین تی اسپان میتونید داشته باشید اینه که دقیقاً به یک همچین حالتی بیاید اینجا وایسید، بشینید، این کنج رو بگیرید، جامپ ترو کنید و این اسموک دقیقاً به صورت آبشاری اینجا قرار میگیره. وقتی که از اینجا لانگ رو میخواید پوش بدید میتونید استفاده بکنید و انمی که اینجا خطتون رو گرفته مجبوره یا خطش رو بازتر بکنه برای اینکه شما رو ببینه یا همین که بکشه عقب و اسموک. خب دوستان، یکی از اسموکایی که یاد گرفتید ایکس باکس رو بندازید دقیقاً این قسمت بود که وای میسادید و اسموک رو مینداختید. یکی دیگه از حالتایی که هست، اگر از اینجا نیاز شد که شما سریع اسموک بندازید و وقت نبود که برید اونجا، میتونید این خطی که تا اینجا اومده رو اینجا وایسید، دقیقاً این خط رو نگاه کنید پایینش رو، بدوید و اسموکتون رو بندازید. اسموک خیلی خوبی نیست، اینجا رو میبنده، ولی اگر انمی تا دم خود در اومده باشه بهتون ویو خوبی داره. ولی از روی الزام اگر خواستید سریع از اینجا رد شید میتونید این اسموک رو استفاده کنید و از اینجا رد شید. خب دوستان، شما در لانگ رو اومدید داخل سایت هستید و یه انمی داخل سایت A خطتون رو داره. بهترین مولوتوفی که میتونید بدید دقیقاً این خطی که میبینید پایین این خط رو میتونید نگه دارید، بدوید و جامپ ترو کنید. دقیقاً همینطوری که میبینید به طور کامل سایت رو شما پوشش داده مولوتوفتون. خب دوستان، توی شرایطی که شما داخل لانگ بودید و یه انمی داشت در لانگ میومد داخل، حالا چه ترور چه سیتی بودید، بهترین کاری که میتونید واسه فلش دادن بکنید اینجا وایسید، دقیقاً این قسمت رو بگیرید و فلشتون رو بندازید. فلشتون همونطور که دیدید برمیگرده و خیلی راحت انمی رو میتونید کور بکنید. خب دوستان، یکی از بهترین اسموکایی که سیتی رو میتونید بدید اینه که دقیقاً با موازات اینجا بخواید وایسید، این قسمت رو بگیرید، بدوید، سقف که تموم شد مولوتوفتون رو بندازید. شما دقیقاً مولوتوفتون میاد اینجا میشینه و سیتی رو خیلی راحت میبندید. حالا یکم مال من مشکل داشت ولی بازم پیدا نیست از اینجا و خیلی راحت میتونید سیتی رو رد کنید. خب دوستان، توی تایمی که انمی آندره ایستاده و منتظره که اللانگ بیایید و بزندتون،
بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که دقیقاً این قسمت بیاید بیستید، این آنتنی که میبینید رو دقیقاً بالای همینجا مولوتوفتون رو بندازید و دقیقاً همینطور که میبینید این قسمت رو خیلی راحت مولوتوف کردید و اگر انمی اینجا باشه مجبوره یا بیاد عقب‌تر بازی کنه یا باز بشه از کاورش بیاد بیرون. و شما الان اومدید سایت رو گرفتید و از داخل اوز میخواید فلش بنگ بندازید واسه شو. حالا چه باز هم سیتی باشید چه ترور باشید دقیقاً این بالا رو میتونید بگیرید و فلشتون رو بندازید، انمی خیلی راحت فلش میشه، میتونید پیک بدید و بزنیدش. خب دوستان اگر خواستید بی رو بازی بکنید از تیم میتتون میتونید درخواست بکنید یه دونه مولوتوف اینجا واسهتون بندازه، خودتون میید اینجا میشینید، 2 تا سوراخ اینجا هست، اولیو یکم راست پایینش رو میگیرید جامپ رو میکنید و دومی رو هم سمت راستش رو میگیرید و این رو هم جامپ رو میکنید. یک مقداری طول میکشه تا دومی بشینه، صبر بکنید صدای اسموک بیاد و شما میتونید خیلی راحت ببندید، سایت رو بگیرید و وارد بشید. خب بچه ها خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. یه نکته پایانی بخوام بهتون بگم اینه که میتونید داخل ورکشاپ استیمتون سرچ کنید یوتیلیتی مپ‌های مختلف رو میاره، همینطور که دارید میبینید اینا بهترین یوتیلیتی ها هستن که توسط این شخص ساخته شده، ولی خب 100% همه یوتیلیتی های بازی نیستن. یوتیلیتی های کاربردی شما داخل مچ های مختلف میبینید تیم میتتون میندازه، میتونید ازش درخواست کنید که بهتون یاد بده، یا همین که میتونید تورنمنت پلیرهای بزرگ رو تماشا بکنید ببینید اونا چطوری یوتیلیتی هاشون رو استفاده میکنن. و 100% این همه یوتیلیتی هایی نبود که بهتون آموزش دادیم، چون تعداد خیلی زیادی بودن، کاربردی تریناشو گلچین کردیم و بهتون آموزش دادیم. اگر پارت بعدی مپ داستور رو خواستید خوشحال میشم که داخل کامنت ها بهمون بگید. اگر از ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو بزنید. به امید دیدار، خدا نگهدار.